شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در ناحیه سینو با عریضه مرد 41 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده از آن شکایت کرده است که شب 11 سپتامبر سال 2021 تخمین ساعت 03:00 دقیقه در خانه استقامتیش جوانزن 22 ساله ساکن امین ناحیه با کارد به او حمله نموده دست چپش را زخمی نموده است. موافق نتیجه های تشخیص سودی طبی جبر دیده جراحات سبک برداشته است. سبب چنین برخورد خشمگینانه این جوانزن گفته نشده است. وزارت کارهای داخلی تنها گفت که از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. طبق ماده 112 کودکس جنایتی تاجیکستان رسانیدن ضرر سبک به سلامتی که باعث به مدت کوتاه خراب شدن سلامتی یا اندک به طور استوار از دست دادن قابلیت مهنت گردیده است. با کارهای حتمی به مدت از 80 تا 160 ساعت یا جریمه به اندازه تا 300 نشان دهنده برای حساب‌ها یک نشان دهنده 60 سامانی یا کارهای اصلاحی مهنتی به مدت تا 2 سال جزا داده می شود. این نخستین حادثه از طرف زنان لطوکوب شدن مردان در تاجیکستان است. یک زن 39 ساله ساکن شوراب در اسفره از جانب کارمندان میلیتیا در اول ماه ایون با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر شده بود. وزارت کارهای داخلی گفت این زن که پیش با ماده 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای اوباشی سود شده است. شب 1 ایون تقریباً ساعت 22:00 دقیقه در خانه استقامتیش در جریان مناقشه با کارد خواجگی به کتف و شکم همزیستش مرد 28 ساله ساکن شهر شوراب 2 ضربه کارد زده است. در نتیجه مرد را با جراحات وزن جسمانی در بیمارخانه بستری کردند. به ضد زن بر اساس قسم 1 ماده 110 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده گشودند. به این زن بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکرد. همین طور بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی یک زن 28 ساله زاده ناحیه فاسه موقتا ساکن شهر دوشنبه نیمه دوم روز 2 ایون تخمین ساعت 18:00 دقیقه در خانه به اجاره گرفته‌اش واقع در کوچه امکی پایتخت در جریان مناقشه با شوهر 21 سالش شیشه آینه خانه را شکسته 2 مرتبه به بدن شوهر زده است. سبب مناقشه خونین زن و شوهر آشکار کرده نشد، ولی در نتیجه این جنجال جبر دیده را با جراحت وزنی جسمانی در بیمارخانه بستری کرده زوجه‌اش را به حبس گرفتند. به این زن نیز تا 8 سال زندان تهدید میکرد، ولی تا حال خبری به دست نرسیده است که آیا تفتیش این پرونده به انجام رسید یا زن و شوهر بعد مدت باز آشتی کرده از بر دعوا گذشتند.